اینکه بعد از 44 سال گذشتن از جمهوری اسلامی اپوزیسیون تمام بضاعتش رو وقتی آورد به میدون، می‌بینیم که مثلا از دل اون اسارش میشه رضا پهلوی به عنوان مثال، فردی که کمترین کریر سیاسی قابل وثوق نداره، و در کنارش می‌بینیم فردی مثل پرویز ثابتی تبدیل میشه به یکی از سرلشکران این اپوزیسیونی که در واقع ادعای حسب ظاهر خودشون آزادی خواهی دارن. خب نداشته باشید در رابطه با کسی داریم حرف میزنیم، پرویز ثابتی، که در واقع به نوعی میشه گفت آیشمن حکومت پهلوی بود. پرویز ثابتی هرچند معاونت ساواک بود در زمان شاه، اما بنا به روایات نفر اول امنیتی ایران بود، که جایی که حتی شاه مجوز شنود مکالمات ارتشبد نصیری رئیس ساواک را به ثابتی داده بود و پرونده مملو از شکنجه و جنایت نسبت به جوانان ایران در زمان پهلوی رو داشت. و نکته جالب اینجاست که این آدم 44 سال در آمریکا در سکوت زندگی مخفیانه‌ای داشت، اما حالا می‌بینیم بعد از 44 سال به بهانه یک شورشی که داعیه آزادی خواهی داره حسب ظاهر خودشون، یکی از بدنام‌ترین شکنجه‌گرای حکومت سابق میاد در نزد این جمعیت در واقع خودنمایی میکنه. این نشون میده که دست اینا خیلی توییتر از اونه که نتونستن طی 44 سال گذشته یک شخصیتی رو در اندازه هایی که قابل وثوق باشه که بشه بهش اعتماد کرد ندادن، نهایتا متوسل میشن به نمادهای جنایت و شکنجه و تفرعن حکومت پهلوی، و از به نوعی میخوام بگم که نشون دهنده شکست و تمام شدگی